اینایی که تو داری میگی برای من نوشتی، تو 6 تا جمله از 5 تاش مال تو، یه دونش من، اون یه دونه‌ای که مال من نوشته داری میخونی. کجا برای تو نوشتم؟ این متن من عزیز من، نگاه کن، اصلا نذاشتی جمله تموم شه. بابا اینجا برای من نوشته سلام به شما، ببین مال منه، بده من. بابا این اول من بس میرندگان عزیز سلام عرض می‌کنیم. اونو کجا میبری؟ بداهه میخوایم اجرا کنیم. ضمن عرض سلام میخوایم این دفعه بداهه اجرا کنیم. بداهه اجرا کنیم. بداهه اجرا آقا ممکنه جای دیگه شما اشتباه شده. باشه آقا، دعوا نداریم که. بداهه اجرا کنیم. بچه‌ها شما یه اوپنینگ بیاید تا ما بداهه اجرا کنیم. خب آقا ما بخوایم بداهه شروع کنیم، خبر اول اینه که تو هفته‌ای که گذشت بالاخره اینترنت هم وصل شد و دیگه همه چی حل شد دیگه. وصل شد؟ کی وصل کرد؟ ستاد عالی ساماندهی فضای مجازی به ریاست معاون اول پزشکیان یا همون عارف اینها. جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی کشور تشکیل شده. این ستاد به حکم رئیس جمهور در واقع تأسیس شده، ریاستش هم با معاون اول آقای دکتر عارفه. توی این جلسه مصوب شده که برقراری وضعیت اینترنت به صورت در واقع بین‌المللی به سبک قبل از اتفاقات دی‌ماه، یعنی بازگشت وضعیت اینترنت کشور به وضعیت قبل از اتفاقات دی‌ماه سال 404 در واقع تو این جلسه تصویب شده، ظاهرا با 9 تا رأی موافق و 3 تا رأی مخالف در نهایت مصوبه شده. این مصوبه در واقع در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته. ساعتی پیش خبر اومد که آقای رئیس جمهور مصوبه رو ابلاغ کردن. ما نفهمیدیم این ستاد چی؟ ساماندهی فضای مجازی از کجا در اومد؟ چون تا قبل این یه شورای عالی فضای مجازی داشتن که قالیباف بهش میگفت فضای فجازی. اون کجا رفت؟ ببین اون شورای عالی فجازی به قول تو مال بستن، به قول من نه قالیباف، گردن من ننداز قالیباف، مال بستن بود. شورای عالی فجازی مال بستن بود. این یکی که اسمش از ستاد ساماندهی مال باز کردنه. تازه یه مرکز رسانه قضایی هم هست که اون خودش گفته که این ستاد ساماندهی فجازی این اصلا غیر قانونیه. یعنی هر کسی تو این نظام یه ستاد و یه شورا و یه مرکز باز کرده و آره ببین مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست. می‌بینی طرف رئیس جمهورشون اومده ابلاغ کرده که آقا اینترنت رو باز کنید، بعد این اومده میگه اصلا کل این ستادی که رئیس جمهور درست کرده ساختارش غیر قانونیه. ضمناً یکی دیگه از دلایلی که باعث شده که پزشکیان دور بزنه این شورای عالی فجازی رو اینه که توش آدمای مثل اینن، مثل این امام جمعه خامنه‌ای که از قبل میدونن که میپیچن جلو داستان. ببین بعضیا افتخار کردن دوباره فضای اینترنت به روال عادی برگشت. این ایراده، این نقص. ما باید برنامه داشته باشیم برای فضای مجازیمون که خواهش میکنیم انشاءالله با یک حکمرانی دقیق درباره فضای مجازی برنامه داشته باشن تا باز دوباره گرفتار حجمهای در فضای سایبری و سایبرنتیک نباشیم. عجب خرطوخریه تو نظام. عجب که نمیگم چون قیمتش میره بالا، همون خرطوخره. ببین یاد اون داستان طنز معروف افتادم. یه بابا یه خونه خریده بود، خونش درست نصفش تو منطقه استحواذی پلیس محسوب میشد، نصفش تو منطقه استحواذی ژاندارمری، موقع ژاندارمری بود. یه دزدی اومد خونه اینو شب زد، زنگ زدن، پلیس اومد، دزد رو دید، گفت این دزده که تو منطقه ژاندارمری، به ژاندارمری زنگ بزنید. زنگ زدن، ژاندارمری اومد، پلیس رفت تو منطقه دزده رفت تو منطقه پلیس دزدی که ژاندارم گفت الان که تو منطقه پلیسه. خلاصه پلیس و ژاندارما صحبت میکردن، دزده هم اموال صاحبخونه رو جمع میکرد، صاحبخونه هم نشسته بود به دعوای پلیس و ژاندارم نگاه میکرد. حالا همینی که گفتی رو کارشناسای خود نظام هم دست گرفتن. حالا اسمش چی گذاشتن؟ اسمش گذاشتن موازی کاری. از همین تصمیمی که مثلا رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت به قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن و دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوشو مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن. یعنی اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره. مردم هم
واقعا از این موازیکاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن، میخوان یک جا. راستش مهران، با این داستانی که از اینترنت تعریف کردی ما شاهد یک سری جلوه های وحدتی هستیم که تو این نظام داره متجلی میشه، همجوری میجوشه میاد بیرون. ببین بابک، به نظرم راجع به موضوع وحدت تو نظام ولایت هیچ صحبتی دیگه نکن. چرا؟ هست یا نیست؟ نه، این موضوع تموم شده است. این موضوع تعیین تکلیف شده. همین هفته گذشته پدرزن کینگ مجتبی اومد تو تلویزیون پیام آورد از طرف دامادش، گفت آقا همه باید از این وحدت صیانت کنن. همه هم گوش کردن. الان یعنی بخوام بهت بگم از نظام ولایت فقط یه صدا میاد بیرون. مقام معظم رهبری آیت الله ریاست مجتبی خامنه‌ای نگران این هستند که بعضی‌ها قدر این تجمعات و حضور مردم را ندونن و دعواهای جناحی و انتخاباتی و خلاصه تصفیه حسابای قدیم رو بکشونن به اجتماعات مردم. این است که ایشون مخصوصاً به نمایندگان فرمودن که صیانت کنن از این وحدت و اختلافات پوچ سیاسی رو به میان مردم نبرن. یعنی تو الان میگی همه تو نظام چارگوش با گوشای دراز دارن به این حد دادل گوش میکنن یا گوش کردن دیگه، الان دارن از وحدت صیانت میکنن. آره بابا، فصل الخطابه دیگه، حرف زد دیگه، گفت طرف دامادم دارم میگم. بابا من کسی جرأت داره حرف بزنه رو حرف کینگ مجتبی؟ جرأت نداره. فصل الخطابه. یه چند نمونه برات از نمونه های این وحدت نشون میدم تا معنی فصل الخطاب بفهمی. تا کجا حوصله داری؟ شروع میکنم. اولین نمونه وحدت دعوای بسیجی های برون مرزی و درون مرزی سر چی؟ ظریف. هیچ کسی هم به من نمیگه چی بگو و غلط میکنه به من بگه چی بگو و چی نگو. من اگر دارم میگم چی اعتقادمه، اگه به من میگی خب با این واسه دفاع میکنم برای اینه که اعتقادمه. ادا در نیادنش این توهین کاملا زشته و یک عذرخواهی علنی به من بدهکاری. اگر شرافت رسانه‌ای داری همین الان باید عذرخواهی کنی، وگرنه خودت میدونی و مخاطب خودت. بس سلام. تو و ایدئولوژی که ازش دفاع میکنی غلط میکنید که ادعای دموکرات بودن در بیارید. شما بر اساس حذف مخالفین شکل گرفتید، شما بر اساس حذف یک بخش عمده از جامعه ایران شکل گرفتید و حالا برای من از حق آزادی ظریف حرف میزنید. مجموعتون به 2000 نفر نمیرسه. یک جماعت حجتیه‌ای و یک جماعت دیگه‌ای که ظریفی که خون ملت ایران کشیده، منافع ملی ایران رو نابود کرده، سرش به اولیگارشی که کشور ایران رو غارت کرده. از ای بابا چی شد پس؟ اینا که دم از انسجام میزنن که این که چیزی نیست. تازه در همین حماسه های میدانی که جک جلوورا میان میرقصن و جست و خیز میکنن، ماکت ظریف و آتیش زدن. این تازه داره فوش میده به ظریف که نه بابا، این داستان دعوای اینا با این مالکش اعظم ظریف قدیمیه، ولی در رابطه با عراقچی چون خود عظما معرفیش کرده بود با این یکی خوبن. آره با اون خیلی خوبن، اصلا دارن قربون صدقش میرن. آره نگاه کن. آقای عراقچی شما وزیر امور خارجه کشور ایران هستی، وزیر امور خارجه کشور ایران، نه وزیر امور خارجه آمریکا، نه وزیر امور خارجه اسرائیل. به شما چه؟ مردم ما کف ملت هستن، از هیچی هم نمیترسن. تنگه هرمز ارث پدر شماست که دست و بخشش میکنی. تنگه هرمز مال مردم ایرانه، مال کشور ماست، به هیچ کس ربطی نداره که بیاد در موردش اظهار نظر کنه. نه آقا نگاه کن ببین، این کینگ مجتبی
چون خودش نبض جامعه تو دستشه. چجوری دستشه؟ هیچ دیگه گفت آقا من سوار تاکسی میشدم، تغییر قیافه میدادم، نبض جامعه تو دستم بود. تاکسی که این سوار میشد نصفش که محافظه بودن، نصفش هم که دادل و دخترش بودن. خود دیگه مسافری وقتی اونجا جانورش سوار. خلاصه هرچی هست نبض جامعه تو دستشه. به همین خاطر دیده آقا با پیغام و پسخامون هم با پدرزنش نمیتونه قضیه وحدت و صیانت کنه. به همین خاطر خودش وارد شد، پیام داد. من به نظرم بعد از این پیامی که داد دیگه موضوع وحدت حل شده است، نظام کاملا یک پارچه شده. ببین و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند. دیدی؟ این دیگه حرف آخره دیگه. ببین به نظر من این کینگ مجتبی بزرگترین اشتباه رو کرد. چرا؟ چون تا قبلش میگفتن پدرزنش ریش رو گذاشته، خب این که اصلا آدم حساب نمیشه. الان خودش که وارد شد سوتی بزرگی داد، چون الان حمله ها رفته سر خود کینگ مجتبی. همه یقه این عظمای نورسیده رو چسبیدن که یا الله بگو که اوضاع دست کیه. بعضی از آدما یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنن، بعضیا تند بیان میکنن، بعضیا کند بیان میکنن. اگر یک سر سویان به سمت حزب و گروه و رفیق و محفل و هر چه دیگری بود، این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس میخواد انجام بده فرقی نمیکنه، فرزند امام هم انجام بده فرقی نمیکنه، این همراه به ولایت دید. با کی بود این؟ کیو گفت؟ این که نمیدونم یواشکی خطوط قرمز نظام رو رد میکنه، بعد فرزند امام منظورش کیه؟ مجتبی منظورشه؟ حالا برای ابهامت بیشتر اضافه میکنم، حالا این آخوند رسایی رو ببین که مجتبی رو با پسر نوح مقایسه کرده و یک پست در کانال تلگرامیش گذاشته، نوشته در این آیه خدا به حضرت نوح میفرماید که پسرش که در طوفان غرق شد از اهل او نیست. عجب آقا، داستان چیه؟ پسر میکنن اینا. اون گفت پسر امام، این میگه پسرش. آقا یه پسر عمامه دار که بیشتر وجود نداره، اونم مجتبیست. پسر دیگه هست مگه؟ اینم از همون جلوه های وحدت و صیانت تو همین نظام پاره پاره ولایتی که میگفتی همه متحد شدن دیگه. حداد عادل گفت متحد بشن، متحد شدن. من اصلا نمیفهمم، مثلا انگار نه انگار که الان این عظماشون تو یخچال این همه اتفاق افتاده. همینجوری دارم میگم چیه داستان؟ فضای سیاسی کشور که نگاه میکنیم دقیقا انگار مثلا انگار برگشتیم به قبل از شهادت، انگار نه کسی اومده نه کسی رفته و دوباره ادبیات سیاسی همونه که آقا ادبیات سیاسی همونه، بدیم بره مذاکره کنیم فلان کنیم. از یه چیزی بدتر کسانی که کودتاهای، ببینید شهادت رهبری زمینش کودتای 18 دی بود، زمینه 18 دی تصمیمات دولته. کودتای اول اقتصادی همتی، کودتای دوم مدنی زاده و شلتاقای آقای رئیس جمهور. شلتاق یعنی چی؟ شلتاق یک کلمه عامیانه است در گویش تهرانی به معنی شیطنت آزاردهنده، کجخلقی و لجبازی تو این مایه ها. خب الان یعنی زرشکیان داره تو نظام شلتاق میکنه؟ بدتر از شلتاق. ببین خاطراتش با رفتن پیش خامنه چی رو تعریف میکنه. میگه رفته بودیم پیش عظما گفتیم تو بگو ما چی کار کنیم. من خودت ببین با لحن خودش. تو همین بحثای مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنیم. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه دیگه مثلا مذاکره نمی‌کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوریه. بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده، صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. گفتم بگو چجوری مذاکره نکنیم، بگو چجوری من این کارو بکنم. آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
عجب. من فکر میکردم الان تو نظام کسی برای این مجتبی ترحم خورد نمیکنه. نگو بابای مجتبی هم الان اینجا اینجوری شده که داره مسخرش میکنه. اونم کی؟ رئیس جمهورش. بله الان وضعیت طوریه که بلند کردن پلاکاردهای عظما هم ممنوعه، کسی نباید بلند کنه. نوشته های خامنه‌ای جزو ممنوعاته. این جمله رو دیدید؟ این حرف رهبر شهیده. الان فرمانداری سلماس با یه مأمور به من گیر دادن، گفتن میگیرم از دستت. اومدم عقب‌تر وایسادم. میخوام ببینم این حرف کجاش اشتباهه. آقای فرماندار گفتن اینو برای اون زمان گفتن، این برای الان نیست. پاره کردم. مأمورا گرفتم پلاکاردم و پاره کردم، خودم هم میخواستم ببرن. گفتن حرف آقا برای اون زمانه، برای الان نیست. میگم بابک با چنین وضعیتی دیگه برای بسیجی‌ها حالی نمیمونه که بیان کف خیابون. نه حالی میمونه نه رمقی میمونه دیگه. خودشون هم میگن ما دیگه نای شعار دادن هم نداریم. پس چرا پریشب ما باید دلمون به درد بیاد؟ چرا ما باید پریشب با ناراحتی بریم خونه و دیشب حتی نای شعار دادن نداشته باشیم؟ پس این یه دلیل داره. یه نکته اینجا مستتر مونده. ما الان شما صحبت کردیم و همه ایران ما بر این واقفه که خط قرمز ما حرف رهبریه. رهبری گفته از موقعی که ایشون رهبر شد تا الان گفت تنگه هرمز از آن ایران است. شما هم الان اذعان کردین، درسته؟ چرا این آقا اومد و گفت تنگه هرمز؟ کی میگه مال ماست؟ با همین ادبیات کی میگه با مال ماست؟ ما حق نداریم عوارض بگیریم، ما حق نداریم. ببین مردم اینجا ناراحت شدن. ولی بابک این وضعیت خطرناکیه ها. آقا خیابون، ببین خیابون شوخی بردار نیست. اگه این بسیجی‌ها نای شعار دادن نداشته باشن، این سیرکشون از رونق بیفته، بعد فتنه بشه، اغتشاش بشه، نمیتونن جمع کنن و موشک هم به درد خیابون نمیخوره ها. اینو من نمیگم، ببین خودشون دارن میگن. آره خیلی مسئله رو خوب میدونن. چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه‌های هوا و فضا میتونن اغتشاشگرا رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری. الان دیگه نه ساندیس دردی ازشون دوام میکنه، نه کباب و نه اون داستان صورتی هست همیشه رو صورتی میارن میچرخونن. الان اگه بشکه ساندیس هم به اینا بدن دیگه نای شعار دادن ندارن. الان چیکار میکنن؟ الان تنها چیزی که براشون مونده همین نوعهای دوغکی و آبکی میان میخونن و اون میگه این میپره جواب میده، اون میزنه تو سر اون. یه دونه‌ش رو نگاه کنیم با هم. بر جیر خور و تفرق افکن لعنت، بر رسانه های ضد میهن لعنت، بر فتنگری که فتنه اش میریزد، هی آب در آسیاب دشمن لعنت. ای بابا نوعه هاشون هم که دزدیه بابک. اینم تقلبیه. آره الان بچه های موزیک اصل اینو میخونن، ببین اصلش چیه. بر سپاه و کل نوچه هایش لعنت، بر زمینی و هوا فضایش لعنت، ساندیس تمام شد بسیجی هری، بر خامنه ای و مجتبایش لعنت، بر خامنه ای و مجتبایش لعنت. ببین مهران، بعد از این ورژنی که این بچهای موزیک اجرا کردن، من دیگه هیچ کامنتی ندارم، نه یه جمله‌ای نه 10 جمله‌ای. کامنت موزیکال بود. کامنت موزیک، یعنی میخوام بداهه خداحافظی کنم. خدا نگهدار شما. ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید.